صدا، ویدیو یا متن، کدوم یکی از اینا بستر مناسبی هم واسه یادگیری؟ یا اصلا مهمتر کدوم یکیشون واسه ما مناسبه؟ من بابک داخل این ویدیو میخوام به این 3 سوال جواب بدم که بگم کدوم یکی سریع‌تره، کدوم یکی راحت‌تره و اصلا مهمتر کدوم یکی مناسب‌تره، اثر بخش‌تره. بریم سراغ ویدیو. آقا سوال اولی که ما باید بهش جواب بدیم اینه که کدوم یکی از اینا سریع‌تره. شاید همین الان با خودتون بگید که خب آقا طبیعتاً صدا دیگه، من میرم پیاده روی، سر کار، فلان جا، بیسار جا، خرید، فروشگاه، کوف، زر مار و یه هندزفری یه چیزی میذارم تو گوشم و یه پادکستی رو میذارم تو گوشم، مثلا رو 2 نگیم، مثلا یه طرف هیچی نفهمه، مثلا رو 1.5 1.25 مثلا پادکست 1 ساعته رو مثلا من تو 45 دقیقه نیم ساعت حالا اینا جمعش میکنم و حالا دمم هم گرمه، یه چی هم فهمیدم از اینجور حرفا. چه سرعت در یادگیری به درد یه کار میخوره، اونم اعتبار سنجی منبع. یعنی با یه سری از دیتاهای خرد و کلیدواژه‌ها بفهمیم که اون منبع جواب سوال ما رو داره یا نه، مسئله شبیه مسئله ماست یا اون دغدغه که اون داره دغدغه منم هست یا نه. پس در نتیجه پادکست‌ها و فایل‌های صوتی و خلاصه کتابا منبع عظیمی از این کلیدواژه و خرد اطلاعات. یه فایل صوتی میتونه ما کلیدواژه‌ای بده که ما بتونیم بعداً سرچ کنیم و بیشتر مطالعه کنیم، یا یه خلاصه کتاب ما میتونیم گوش بکنیم که بعداً به این نتیجه برسیم که اون کتاب بخریم یا نه، اون کارای اون نویسنده رو دنبال بکنیم یا نه. که واسه سرعت دادنم به نظر من گزینه گوش کردن پادکست شاید مناسب نباشه. شما اگر یه سوالی دارید میتونید داخل کتابخونه و داخل دسته‌بندی مد نظرتون برید دنبالش بگردید. شما میتونید راحت اون کتابو وردارید و خیلی در کمترین زمان ممکن اعتبار سنجیش کنید. در نتیجه حتی واسه جواب اینکه کدوم راه سریع‌تره، باز جوابم به شما متن نوشته یا همون کتاب خودمونه. چند تا دلیل اول اینه که اکثریت کسایی که دنبال بهره‌وری و مدت زمان هستن فکر میکنن که آقا من یه کاری رو سریعتر انجام بدم، یعنی تونستم هم زمان رو مدیریت کنم هم آدم بهره‌ورتری بشم. اما بهره‌وری کنارش همیشه یه کلمه اثر بخشی هم هست، یعنی آقا اون کاری که من میکنم موثرم باشه. طبیعتا دیگه اگر یادگیری موثری شما نداشته باشید، طبیعتا اگه 1% بعدها دوباره به این مطلبی که الان دارید یاد میگیرید بخواید برگردید، مجبورید همون مراحل تکراری رو یه بار دیگه طی کنید. اما کسی که عمیق تونسته این مطلب رو یاد بگیره، صرفا با یک مرور کوتاه میتونه تمام اون مطالب رو با خودش تداعی بکنه. یک جورایی شما خواستید بهره برتر باشید، اما بر ضد حقیقتون دارید پیش میرید. موضوع دوم از سوال دوم، کدوم یکی از همه راحت تره؟ من واقعا این من ازم چیز مهمیه آقا راحت باشه. یعنی به من بابک میرزایی زور نیاد که آقا مثلا ما یه چیزی که شاید خیلی من بهش علاقه ندارم خب بتونم یه ذره راحت تر حالا یه تو اون فضاش بال بزنم، مثل انگلیسی. بشید که میگن آقا هر چیزی رو وقتی میخوای شروع کنی کمترین حالتش شروع کن، و داخل زبان انگلیسی دقیقاً تو کیس من اینطوری بود که من بعض وقتا پادکست دانلود می‌کردم یه کلمه‌ش هم نمیفهمیدم، اما بعض وقتا یه تلنگری بزنم می‌خورد که همون لحظه باز کنم و برم اون کلمه رو سرچ کنم ببینم معنیش چیه. یا اگر یه کلمه زیاد تکرار میشه یک جوری وقتی بعداً معنیشو میفهمم یادم میفته آها من اینو اینجا هم شنیده بودم. در نتیجه صدا و پادکست‌ها و فایل‌های صوتی شاید توی مورد بتونن خیلی به ما کمک بکنن و یک جوری ما رو از غریبه بودن توی اون فضا در بیارن. بچه من بخش اول و دوم ویدیو رو هم ضبطش کردم و هم ادیتش کردم. من واسه اسکریپت هایی که واسه بخش سوم نوشتم چون خیلی راضی کننده نبود، یه 2-3 روزی گذشت تا من به یه چیزی برسم که شاید به نظرم یه ذره راضی کننده باشه حداقل. اما یه کلی بهتون میگم بچه، کل این ویدیو صرفا چند تا جمله است که با ادیت به هم چسبونده شده. در نتیجه ما نباید خیلی انتظار داشته باشیم کلا تحول خاصی بودن چند تا ویدیو واسه ما اتفاق بیفته و صرفا یه تلنگریه که ما ببینیم آقا اون مسیری که واسه یادگیری انتخاب کردیم درسته، مناسب من هست و یا اثر بخش هست، یا هر کدوم از این ابزاری که من در اختیار دارم به درستی ازش استفاده میکنم یا نه. اما داخل بخش سوم میخوام 2 تا نکته اشاره بکنم که به نظرم واسه یادگیری واسه همه ثابت. نکته اول اینه که ما نباید روند یادگیری رو معیوب یا خودمون رو معلول بکنیم. حالا یعنی چی؟ مثلا یه دستم با خودشون میگن که نه آقا من فقط باید یه چیزی رو قشنگ گوش بدم و تازه بفهم طرف داره چی میگه، یا حتما من داخل کلاس‌های حضوری شرکت کنم و یعنی خودم نمیتونم تنها یه چی یاد بگیرم، یا به قول یه دیگه که آقا میگم حتما باید با مسئله قشنگ درگیر شم یا حسش بکنم ولی خلاصه انگولی بکنم تا بفهمم دقیقاً داستان از چه قراره.
اگه بخوایم با این دید پیش برید، نه تنها یادگیری خودتون رو سطحی تر کردید و اتفاق دیگه ای که میفته اینی که منابع واسه شما کاملا به 2-3 تا دسته بیشتر خلاصه نمیشه. وقتی این اتفاق بیفته ما از بقیه منابع غافل میمونیم و دریغ از اینکه ممکنه اون منابع جواب سوال ما رو بهتر و شفافتر داده باشن. بچه فکر کنید یک سال دیگه میخوایم به یک کشور دیگه سفر بکنید و اونجا لازم دارید که زبان انگلیسی رو خوب صحبت کنید. خیلی باقاشون میگن که آقا من برم معلم خصوصی بگیرم پنجشنبه و جمعه بیاد و یه 3 جلسه بر هفته برم یه آموزشگاه خلاصه یه چی یاد بگیرم. خب کاملا چیز خوبیه و میتونه مفید بشه، اما طبیعتا کافی نیست تو یک ساله که شما نمیتونید زبان انگلیسی رو جمع بندی بکنید تا صحبت هم بتونید بکنید این بلبل. و اتفاقی که وسط میفته اگر حالا فشار بیرونی رو شما در نظر بگیرید، ما گاهن مجبوریم که جدا از اون معلمه و اون آموزشگاهه به چند تا منبع دیگه رجوع بکنیم. به عنوان مثال پادکست برداریم دانلود کنیم و موقعی که داریم میریم کلاس اینا رو گوش کنیم، یا ویدئویی که مثلا داخل کلاس ضبط شده رو برداریم بریم داخل خونه 2-3 بار نگاه کنیم و خودمون تکرار کنیم. یا وقتی بیرونی مثلا دارم یه چیزی شما داخل خیابون میبینید و واسهتون کنجکاو کننده میشه اینکه انگلیسی این کلمه چیه، شاید اون رو بردارید داخل اون تو گوشیتون بنویسید که بعداً دوباره برید بهش یه سر بزنید. همه این اتفاقا هستن که دست به دست هم میدن که ما بتونیم یه چیز رو بهتر و سریعتر یاد بگیریم و شاید اثر بخشترین حالت ممکنه دقیقاً همین باشه، اینکه از تمامی ما بخوایم استفاده بکنیم. نکته دوم میخوام با چند تا مثال براتون شرح بدم و بگم که این یکی رو من خودم خیلی قبول دارم. فکر کنید دارید یه کتاب میخونید و اون کتاب واسهتون خیلی مهمه و یا فکر میکنید که میتونه واسهتون خیلی مفید باشه، یا واسه امتحان دارید میخونید، یا کسی که خیلی قبولش داره معرفی میکنه اون کتاب واسه شما. مثلا کاری که شما میتونید بکنید اینه که یه خودکار یا یه مداد رو بگیرید دستتون و مثل چشتون اون کلمه رو با همین خودکار و مداد دنبال بکنید. به مرور زمان وقتی یه نکته میاد به ذهنتون، به جای اینکه 2 ساعت دنبال خودکار مداد و هایلایت بگردید، میتونید خیلی راحت زیرش خط بکشید، دورش دایره بکشید، یا یه ستاره چیزی خلاصه خط خطی رو دور اون کلمه یا اون جمله یا اون پاراگراف انجام بدید و بعداً اگر خواستید برید سراغش بدونید که کدوم بخش واسه شما مهمه. یا یه مثال دیگه بذارتون بزنم، مثلا فکر کنید دارید یه مصاحبه رو گوش میکنید یا یه پادکست رو دارید گوش میکنید. چه خوب میشه که ما داخل مرورگرمون یه تب جدید باز بکنیم و آماده سرچ کردن باشیم. مثلا یه اون شخص که ما مثلا داریم مصاحبهشو گوش میکنیم شاید یه نکته گفت، یه کلیدواژه گفت که ما بتونیم همون لحظه یه پاز بدیم، اونو سرچ کنیم و اطلاعات بیشتری دربارش کسب بکنیم. هدف من این نیستش که بیام یه فضای مثل مدرسه واسه خودمون درست کنیم، یعنی دفتر و نیمکت و مداد و معلم و فضا جوری باشه که ما مثلا بخوایم درس فیزیک یاد بگیریم. اما وقتی ما داریم داخل یه فضا میچرخیم، هرچی بیشتر از حواس خودمون و از محیط خودمون کمک بگیریم و بیشتر خودمون رو غرق در اون فضا بکنیم، طبیعتا یادگیری عمیق‌تر و اثربخش‌تری داریم. خب باشه، من بابکم اینجا آخر ویدیو و اگر شما تکنیک یا مورد خاصی به نظرتون میرسه که میتونه تو یادگیری کمک کنه یا حتی یک منبعی رو میشناسید که میتونه واسه یادگیری ما موثر باشه، روش‌های یادگیری خوب میتونه ما پیشنهاد بکنه، حتما داخل کامنت ها به من بگید. و حتما گفتم که بچه‌ها این پلی لیست یادگیری ادامه خواهد داشت و این ویدیو اول یه جورای معرفی و میشه گفتش یه جور مقدمه‌ای واسه این پلی لیسته.